الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران ارجمند، حاضرین محترم، جوانانی با دین و با ناموس، اولا از بارگاه خداوند مهربان همچون بنده عاجزانه و مخلصانه طلب میکنیم که پروردگارا همه گناه های ما و شما را خداوند از نامه اعمال ما و شما دور بگرداند و خداوند جل وعلا در بدل هر یک قدم ما و شما که به سوی مسجد، به سوی خانه خداوند قدم رنجه کردیم، خداوند جل وعلا در هر قدم ما و شما حسنات را خداوند ثابت بگرداند و در هر قدم ما و شما گناه ما و شما را محو بگرداند. و بعدا جوانان عزیز، همچنانه که در درس های گذشته من برای شما وعده داده بودم که درباره حضرت یکی از صحابه های بزرگی که در راه دین خدمت کرد و یکی از شخصیت هایی که بعد از جناب رسول اکرم صلوات الله علیه و بعد از همه پیغمبران آبرومندترین مردم، اون شخصی بزرگ است که بعضی جوانان در اینجا سوال کرده بودند که درباره همین شخصیت بزرگ که به مثل بابای خورشید جان و دیگر جوانان سوال کرده بودند که در این باره حضرت ما معلومات نداریم. من سوال این جوانان را قبول کردم و با وجودی که الحمدلله رب العالمین فرصتم آنقدر فرصتی کشاده نبود، از جهتی که فرصت تنگ است، از جهتی که از قفای درس مشغول بودیم، لکن به هر حالتم از پروردگار متعال، از خدای مهربان خب طلب میکنیم، همچون بنده آرزو میکنیم خداوندا زبان ما را درباره تاریخ این ذات بزرگ، درباره این شخصیت بزرگ خداوندا جاری بگرداند. و پیش از همه از پروردگار جل و علا میخواهیم که خداوندا روح این شخصیت بزرگ را پروردگار شاد بگرداند و سلام ما و شما را همه جوانانی که در اینجا
حضور دارند و روح او یعنی شخصیت بزرگ خداوند برساند و در روز قیامت ما و شما را خداوند در بری وی محشور بسازد. جوانان عزیز، خوشا به حال جوانای زیرکی که سوال میکند که برای ما قصه بکن داملا درباره تاریخ فلان شخصیت. خوشا به حال جوانان، امروز ما بسیار خرسند هستم که جوانی الحمدلله تاجیکستانی ما، جوانی که در شهر زیبای دوشنبه ما زندگی به سر میبرد، سوال میکند که درباره یک شخصیت بزرگی که در عالم اسلام چه خدمت ها کرده است قصه بکن. خوشا به حالتان، خداوند جل و علا شما را همگیتان درباره او ذات بزرگ محشور بسازد. جوانان عزیز، این ذات بزرگ کی است و در کجا تولد شد و چند سال عمر دید و با پیغمبر گرامی اسلام چی کار کرد و نامش چی بود، نام پدرش چی بود، نام باباش چی بود، چرا او را ابوبکر صدیق می گفتند و نام اساسی چی بود، برای چی صدیق شد او را صدیق گفتند. انشاءالله درباره همین ذات بزرگی که قرآن گواهی میدهد در این باره، درباره حضرت ابوبکر صدیق قرآن در چند جاش گواهی میدهد که ابوبکر صدیق صحابی است. جوانان عزیز، اگر کسی صحابی بودن ابوبکر صدیق انکار بکند کافر می شود، چرا که خدا در قرآن میگوید. انشاءالله درباره این مرد بزرگی که حتی در بعضی کتاب ها دیدم که یکی از عالمان بزرگ دین اسلام گفته است که اگر بعد از جناب رسول اکرم، بعد از رحلت کردن جناب پیغمبر گرامی اسلام، اگر خلافت ابوبکر نمیشد شاید که اسلام از بین میرفت. حتی انشاءالله در دوام قصه من قصه را میکنم که حتی پیغمبر گرامی اسلام در حق حضرت ابوبکر صدیق چی گفته بودند و وقتی که حضرت ابوبکر صدیق در خلافت نشست چقدر خداوند او را غیرت داد. حتی بر سر حضرت عمر چی گفته، انشاءالله باید خداوند در این باره سخن میکنیم. خب اول شروع میکنیم. جوانان عزیز، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نامش چی بود؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه جوانان عزیز نامش عبدالله هست. ابوبکر کنیه‌اش است. بفهمید جوانان عزیز، در قاعده عرب اگر در اول هر نام اب، ابن، بنت اگر گفته شود این را کنیه میگن. مثلا حضرت امام اعظم رحمت الله علیه ابو حنیفه کنیتش، امام اعظم لقبش. ابوبکر صدیق این را کنیه‌اش میشه. نام مبارک چی بود؟ عبدالله نامش بود. پدرش چی نام داشت؟ عثمان نام داشت. حضرت ابوبکر صدیق عبدالله نام داشت، پدر او را عثمان میگفتند، پدر عثمان عامر میگفتند، پدر عامر عمرو میگفتند، پدر عمرو کعب میگفتند، پدر کعب را سعد میگفتند، پدر سعد را تیم میگفتند، پدر تیم مره میگفتند. با همراه جناب رسول اکرم صلوات الله علیه ششم بابی جناب سرور عالم با بابی ابوبکر صدیق یک میشد. بنابر همین لحاظ ابوبکر صدیق در مکه مکرمه تولد شدند. 2 سال از جناب رسول اکرم خرد بودند و جناب رسول اکرم صلوات الله علیه وقتی که از دنیا گذشتند 2 سال خلافت کردند حضرت ابوبکر صدیق. لکن در 2 سال خلافت ابوبکر صدیق دنیا را ابوبکر صدیق در لرزه آورده بود. حتی حضرت عمر یک روز گفت که ابوبکر صدیق چرا اینقدر سخت میگیری؟ چرا اینقدر سخت میگیری؟ از بعضی رفیقای ما هم الحمدلله از ما گریزان شدن ایروی سخت گویی ما بگریزن. الحمدلله ما از رفیق ترسانچک بیزار هستم. کسی در راه دین خدمت نمیکنه او خودش مسلمان دعوا کرده نمیتواند. ما غم ملت میخورم الحمدلله. رو این سخت گویی ما برای شما و جوانای زیبا است که شما قرآن دوست بدارید، شما حیات دوست بدارید، حیات در طرز صرف بکنید که پگاه پشیمان نشوید. یک روز حضرت عمر چی گفت؟ ابوبکر صدیق چرا اینقدر سخت میگی؟
ابوبکر صدیق چی گفت؟ عمر ما در تو حیران هستم، در حالتی که مشرک بودی اینقدر تو جسور بودی، تو وقتی که اسلام آوردی ترسانچک شدی؟ کجاش جسارتی تو؟ یا اینکه در وقتی وفات جناب رسول اکرم صلوات الله علیه که وقتی که رسول اکرم از دنیا گذشت ابوبکر صدیق نبود، از مدینه بیرون رفته بود. پیش از رفتنش که جناب سرور عالم خیلی به شدن فکر کرد که جناب رسول اکرم خیلی از کسلیشان، خیلی از مریضشان سبک شدن، از مدینه بیرون رفت، یک کاری داشت. بعضی روایت خانه دویم آیلش رفته بود. وقتی که خبری وفات رسول اکرم به حضرت ابوبکر رسید، حضرت ابوبکر صدیق از همون بیرون مدینه پیاده دوان به سوی مدینه می آمد. وقتی که آمد در مدینه حالت دید، صحابه کرام به مثل دیوانه شدند. از جمله حضرت عمر در دست شمشیر بود. می گفت که هر کسی بگوید که پیغمبر اگر وفات کرده است سرش میگیرم. می گفت که پیغمبر وفات نکرده است، به مثل حضرت موسی رازگویی رفته است، بازگشته می آید. جناب حضرت ابوبکر صدیق چیکار کرد؟ راست خانه پیغمبر گرامی اسلام در آمد، در بالای روی مبارک جناب سرور عالم یک سطر پوشاندگی بود. سطر هوی کرد، رسول الله را بوسه کرد از پیشانیش. بعد از بوسه چی میگفت؟ میگفت قسم به نام الله یا رسول الله در زندگی چقدر بوی زیبا داشتی و بعد از وفات هم بوی زیبا داری. روشن پوشان بیرون برآمد که همه صحابه با مثل دیوانه شده بودند. او شمع فروزانی که در بینشان میگشت دیگه او را نمیدیدند. حضرت عثمان یک طرف بود، حضرت علی یک طرف بود، حضرت عمر داده شمشیر دیوانوار میرفت بالا میامد پایان، کسی را گوشته میکرد. لکن ابوبکر صدیق چیکار کرد؟ گفت عمر مسجد بیا. حضرت عمر گپ گوشته میکرد. صحابه را همش دعوت کرد که مسجد درآیید. وقتی که مسجد در آمدن، حضرت عمر در دست شمشیر در دری مسجد آمده راست ایستاده بود. در دری مسجد راست ایستاده بود. ابوبکر صدیق بالای منبر برآمدند. بالای منبر برآمدند چی میگفتند؟ بعد از خطبه خواندنشان چی میگفت؟ ایها الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات و من کان یعبد الله فإن الله حی لا یموت. میگو ای مردم، کسی که محمد پرستش میکرد با گفتی وی میکرد محمد امروز از دنیا گذشت، و کسی که الله را پرستش میکند اون الله ذات است که و همیشه قایم است. و همین آیت تلاوت میکرد و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. ای بندگان، خداوند گفته است که و ما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول. محمد نبود مگر به مثل پیغمبرای پیشین آمد، امر خدا را تبلیغ الله را، سخن الله را به قومش رسانید. مهلتی که خداوند جدا کرده بود او به آخر رسید. و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. آیا محمد از دنیا بگذرد شما کفا میگردید؟ الله محتاج شما نیست. همین آیت میخوان ابوبکر صدیق از منبر جناب سرور عالم. حضرت عمر میگه که قسم به نام الله خیال میکردم که این آیت من نو میشنیدم. حضرت عمر در جاش نشست. جوانان عزیز، حضرت ابوبکر بود که صحابه را همشه یک تا به یک نصیحت میکرد که شما به هوش بیایید. درختی که پیغمبر خدا شناخت این درخت پر از میوه است. دیگر این درخت، میوه این درخت تا وقتی که قیام دنیا هست اون میوهش با آخر نمیرسد. تربیتی که جناب رسول اکرم که صحابه را 130,000 صحابی را جناب سرور عالم تربیت کرد و از همه درخت زیباتر پرمیوه‌تر کی بود؟ حضرت ابوبکر صدیق بود. کی تولد شده بود؟ 2 سال
بعد از جناب رسول اکرم صلوات الله علیه تولد شدند در مکه مکرمه. چرا ایرا ابوبکر صدیق میگویند؟ جوانان عزیز، ابوبکر صدیق برای وی میگویند که وقتی که جناب رسول اکرم صلوات الله علیه شب معراج برآمدند، از شب معراج فرود آمدند. معراج جناب سرور عالم روز جمعه بیگاه شنبه بود. معراج جناب سرور عالم بیگاه شنبه بود. اختلاف است در کدام ماه است، ماه رجب و ماه جمادی الثانی، ماه جمادی الاول. اکثر کتابات میگد که در ماه جمادی الاول بود. بعضی روایت های قیله کدی در ماه رجب 27 مشته میگوید. وقتی که پیغمبر گرامی اسلام از شب معراج که فرود آمد، مشرکین در مکه دید، گفت که ای مردم، ما امشب در شب معراج برآمدم، مرا خداوند جل و علا تمام ملکوت آسمان نشان داد. کسانی که نو ایمان آورده بودند گشته مرتد شدند. همه جمع شده نزد ابوبکر صدیق رفتند. چی گفتند؟ ابوبکر صدیق اینا را دید که برادران تینجی از شما چرا آمده؟ گفتند که ابوبکر این رفیق تو یک سخنی گفت، ما او را باور نکردیم. گفت چی گفت؟ گفت که من این شب معراج رفتم، با الله ملاقات کردم، خداوند مرا نماز فرض گردانید، من جنت دیدم، دوزخ خداوند برای من نشان داد. ابوبکر صدیق سرچه برداشت، گفت که آیا همین رفیق من همین را گفت؟ گفت که بله گفت. چی گفت جوابش ده؟ لئن قال لقد صدق، اگر گفته باشه قسم به نام الله هر آینه راست گفته است. گفت شما ای مردم، اگر حاضر به هفتم آسمان بالا گفته است، از این هم بالاتر گفته باشد، ما او را قبول میکنم. از همینجا لقب چی را گرفت؟ ابوبکر صدیق بودن گرفت. بنابر همین لحاظ در شب معراج خداوند جل و علا چی میگه؟ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه سمیع البصیر. ایرا خداوند جل و علا سوره اسراء میگویند. اسراء درباره سیر جناب رسول اکرم است که در شب سیر کرده بود به سوی آسمان ها. بنابر همین لحاظ ابوبکر صدیق که را تصدیق کرده بود شد ابوبکر صدیق. و ابوبکر صدیق جوانان عزیز شخصی است که وقتی که پیغمبر گرامی اسلام در مکه مکرمه که از طرف مشرکین بسیار عذاب و اذیت دید، بعضی صحابه های کرام به سوی حبشه روان کرده بود. بعضیش میگو که به سوی هر طرفی که میخواهید بروید که از این عذاب و اذیت مشرکین شما خلاص شوید. یک روز ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نزد رسول اکرم در آمد، گفت که یا رسول الله، از عذاب مشرکین دیگر بی طاقت شدم، من اجازته که از مکه برآمده روم. پیغمبر گرامی اسلام گفت که ای ابوبکر اندکی صبر بکن، شاید که از جانب پروردگار برای من اجازت شود. یک چند روز صبر کرد، از جانب پروردگار برای حبیبش اجازت شد که ای حبیبی من شما هم سفر بکنید. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه با همراه جناب رسول اکرم صلوات الله علیه برآمدن از مکه به طرف غار ثور سفر کردند. نزدیکی غار ثور که آمدن، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه گفت که یا رسول الله، پدر و مادرم فدای نامت، یک لحظه صبر بکن. در در غار ایستاد. ابوبکر صدیق درون غار در آمد. او غار به یاری خداوند من خودم رفته دیدم، تماشا کردم. شکر نام الله که خداوند ما را نصیب روزی گردان و در اینجا بسیار حاجیه هستند که رفته اونجا را دیدن. او غار یگان مستحب هم نیست زیارت کردنش، یگان ثواب هم نیست، لکن به خاطر همین قصه ای که من در کتابا دیده بودم درباره حضرت پیغمبر گرام اسلام با همراه حضرت ابوبکر صدیق، من گفتم که رفته ببینم که پیغمبر خدا در این غار 2 روز 2 شب و قریب 3 روز چیکار کرد، در اینجا چخیل ایستادن.
حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در اون غار در آمد، ردای مبارکش کشید و هر اول همون جایی که بسیار جایی غچم بود او را بر ردای مبارکش رفته تازه کرد. ردای مبارکش پاره پاره کرد که در همه سوراخ‌های سنگ‌ها پیش میکرد. یک دو سوراخش که خالی مانده بود، حضرت ابوبکر صدیق پای مبارکش در همونجا در همون سوراخ‌ها پیش کرده خودش نشست. گفت که یا رسول الله مرحمت بدرو. وقتی رسول اکرم در آمد که مانده شده بود، پیغمبر گرامی اسلام مانده شده بود، پیغمبر گرامی اسلام سر مبارکش در بغل حضرت ابوبکر صدیق مانده خوابش بود. یک چند مدت پس گذشته بود که از تگ پای حضرت ابوبکر صدیق ماری بود. ماری برآمد که بسوی باید بیرون میرآمد، ما ره نیافت. پای حضرت ابوبکر صدیق چند بار گزید و حضرت ابوبکر صدیق از جهتی که رسول الله در بغلش بود به خاطر پیغمبر گرامی اسلام از خواب نخیزد گفته خوش قپید، لکن درد او را زور آورد. آبی چشمش ریخت در بالای رخساره جناب رسول اکرم صلوات الله علیه. پیغمبر گرامی اسلام چشماش کشید. گفت ابوبکر صدیق برای چی آبی چشمی تو میریزد؟ گفت یا رسول الله هیچ گپ نیست. گفت نه ابوبکر صدیق بگو چرا آبی چشمی تو میریزد؟ گفت یا رسول الله از تی پام مار گزید. پیغمبر گرامی اسلام از جاش خیز. گفت از کجا گزید؟ از تی پام. پیغمبر دید که خون جاری شده است. آبی دهان پیغمبر که چقدر با برکت بود، آبی دهانش گرفت در پای حضرت ابوبکر صدیق مالید. ابوبکر صدیق میگوید که قسم به نام الله فکر کردم وجود من یک چیز فرا گرفت، فکر کردم که شاید در داری مادر باشم، اینقدر آرام شدم. جوانان عزیز، این خداوند جل و علا قصه‌ش در سوره توبه میکند که همین قصه ای که ابوبکر صدیق با همراه جناب رسول اکرم صلوات الله علیه در غار ثور بودن شانه، خداوند در قرآن سوره توبه در قصه میکند. این چه خیلی فخر است، این چه خیلی آبرومند است که خدای جل و علا حضرت ابوبکر نامش نه لکن رفیق رسول الله گفته ذکر میکند. این را ببینید که در حدیث میاد که یک روز جناب رسول اکرم صلوات الله علیه حضرت ابی ابن کعب فریاد کرد. گفت که ابی ابن کعب، گفت که لبیک یا رسول الله، چی میگی؟ پدر و مادرم فدای نامت. گفت که مرا خالقم امر کرد است که برای تو سوره لم یکن بخوانم. ابی ابن کعب میگفت که یا رسول الله آیا پروردگار نام مرا گرفته است؟ گفت که بله، جبریل امین از نزد پروردگار آمد. گفت که یا رسول الله خداوند به تو سلام میگه و بعد از سلام میگه که تو باید ای حبیبی من باید سوره لم یکن برای ابی ابن کعب بخوانی. ابی ابن کعب وقتی که باز میپرسید که آیا خداوند نام مرا گرفت؟ گفت بله نام تو را گرفت. این خالق مهربان که نام بنده را بگیرد، این چقدر مرتبه است، این چقدر خرسندی است. آزی در همین دنیا اگر یک آدم کلان شونده نام ما را بگیرد، ما اینقدر از خرسندی شب خوابانه میبرد. الله خالق یگانه که اینقدر ذات مهربان نام ابی ابن کعب گرفته است. خداوند درباره ابوبکر صدیق چی میگه؟ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله عليه سكينته وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا سفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. خداوند چی میگوید؟ خداوند مهربان میگوید که الا تنصروه، ای بندگان من اگر شما برای حبیب من یاری ندهید، اگر شما برای حبیب من یاری ندهید، من ذاتی هستم که او را من خودم یاردم میتونم. جوانان عزیز، وقتی که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه
یک بار قصدی از مکه برآمدن کرده بود. یکی از همون مشرکینی که در مکه بود زندگی میکرد، ابوبکر صدیق در بیرون دید، از بیرون شهر که رفته است گریان. گفت کجا میروی؟ گفت که دیگر ما در ازای علمی مردمی مکه دیگه طاقت کرده نمیتوانم. گفت بیا بریم، ما ترا بچه میگیرم، به عهده میگیرم، ما ترا در جوار خودم میگیرم. وقتی که مکه در آمد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بسیار مردی رقیق بود، دلش بسیار تنک بود، نرم دل بود، همچنانه که وقتی که جناب سرور عالم صلوات الله علیه کسل شده بودن، حضرت بلال که از آن گفت، ابوبکر صدیق در مسجد بود، قدی صحابه کرام پیغمبر گرامی اسلام عایشه مادر ما گفت که عایشه مادر مومنین، ما دیگه قوتی خستن ندارم، هنگ خستن ندارم، ابوبکر بگو که پیش بدراید. عایشه مادر ما گفت که نه 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 عمر پیش بدراید. پیغمبر گرامی اسلام میگفت که عایشه بگو که ابوبکر صدیق در نماز پیش شود. عایشه مادرمان میگفت که نه حضرت عمر پیش درآید. چرا ابوبکر پیش ندراید؟ برای که میگفت پدر من دلش بسیار تنک است، در موقع شما ایستاده نمیتواند، وقتی که در جای شما بیستد اون بسیار ناله میکند، گریه میکند، حتی نماز خوانده نمیتواند. حضرت پیغمبر گرامی اسلام چی گفت؟ گفت که ای عایشه شما زنهایی هستید که حضرت یوسف در فتنه انداختید، وقتی که من برای شما امر کردم باید شما سخنی مرا بگیرید. حتی عایشه مادرمان، حفصه مادرمان دختر حضرت عمر میگوید که حفصه برای عمر بگو پیش بدراید. وقتی که قریبی در برآمدن میشود پیغمبر گرامی اسلام میگه در جات بیست، ای حفصه این کارا نکن، بگید که ابوبکر صدیق پیش بدراید. بنابراین لحاظ خداوند چی میگه؟ الا تنصروه فقد نصره الله، اگر شما حبیبی مرا یاری ندید من خودم الله میگه او را یاری میتونم. چی میگه؟ این اخرجه الذین کفروا، وقتی که مشرکین حبیب خدا را که از مکه پیش کردن در عذاب و اذیتشان طاقت نکردن، هر بزرگ دین دیگه در جاش استقامت کردن نمیتوانند. وقتی که ابوبکر صدیق اولین مردی بود که در دنیا از مردها ایمان آورده است، از زنها خدیجه مادرمان از همه مردم پیشتر خدیجه مادرمان ایمان آوردگی است، و از مردها ابوبکر صدیق است. جناب سرور عالم میگوید که همه مردم را ما دعوت کردم بعد ایمان آوردن، لکن ابوبکر صدیق به دعوت ایمان آورده است. و با دعوت از ابوبکر صدها صحابگان و مثل حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه، عبدالرحمن ابن عوف، همینا همش با دعوتی کی بودن؟ با دعوت حضرت ابوبکر صدیق بودن ایمان آوردن. بنابراین لحاظ وقتی که جناب رسول اکرم صلوات الله علیه در غار کی بود، خداوند چی میگه؟ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین، وقتی که مشرکین پیغمبر خدا را از مکه بیرون کشیدن، دوم کس کی بود؟ ابوبکر صدیق بود. ابوبکر صدیق بود. بنابراین لحاظ چی میگه خداوند؟ ثانی اثنین اذ هما فی الغار، وقتی که هر دوش در غار ثور بودن چی میگفت پیغمبر خدا؟ اذ یقول لصاحبه، این هنگام میگفت پیغمبر مهربان از پدر و مادر ما و شما مهربانتر برای ابوبکر صدیق چی میگفت؟ لا تحزن، ای ابوبکر تو گریان نشو، غمگین نشو، ان الله معنا، الله با همراه مایان است. بنابراین لحاظ این آیت دلالت میکند که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه صاحب رسول الله بود. همه غزوه ها یگان غزوه در پیغمبر گرامی حضرت ابوبکر صدیق از پیغمبر گرامی اسلام جدا نشده است. حتی یک روز حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در جنگ در غزوه تبوک بود، سال 9 هجرت بود. حضرت عمر قصد کرد که من از ابوبکر صدیق میگذرم. پگاه پیغمبر گرامی اسلام همه غزوه ها را اعلان نمیکرد، آشکار نمیکرد، مگر غزوه تبوک آشکار هویدا گفت که ای مردم، کسی پول و مال دارد، کسی از حاجت زیاد دارد بیاید یاردن بکند، یعنی برای مجاهدین کرام، برای صحابه هایی که یعنی برزیدی یک مشرکین که برای دعوت اسلام می روند یاری رسان باشند. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه گفت که اگر همین دفعه از حضرت ابوبکر صدیق من اگر پیش نشوم دیگر تا به آخر پیش شده نمیتوانم. وقتی که پگاه شد حضرت عمر فاروق با همراهی عائلش مصلحت کرد، نصف مالش ماند در خانهش، نصف مالش گرفت آورد در نزد رسول اکرم صلوات الله علیه انداخت.
پیغمبر گرامی اسلام گفت که ای عمر در خانه چقدر مال ماندی؟ گفت که یا رسول الله نصف مال ما برای خانه ماندم، نصف مال آوردم. بود که حضرت ابوبکر صدیق مالش آورد. وقتی که ابوبکر صدیق نزدیک شد، عمر فاروق در فکر بود که حازم شاید که از مد کمتر حضرت ابوبکر صدیق مال بیارد. وقتی که پیغمبر گرامی اسلام نزدیک ابوبکر که نزدیک رسول اکرم آمدن گرفتند، پیغمبر گرامی اسلام سکوت بودند، سرش برداشتند، دیدند که ابوبکر صدیق آمده است. مال ماندند در نزد رسول اکرم. پیغمبر گرامی اسلام گفت که ابوبکر صدیق در خانه چی ماندی؟ ابوبکر صدیق چی جواب گفت؟ با آواز بلند گفت که یا رسول الله، الله و رسولش ماندم، دیگه یگان چی نماندم. حضرت عمر فاروق چی گفت؟ گفت سبحان الله، دیگه من یگان دفعه از دیگه از ابوبکر دیگه پیش قدم شده من نمیتوانم. بنابراین لحاظ حضرت عمر فاروق میگفت که در یگان خصلت، در یگان کار من از ابوبکر صدیق پیش شده نمیتوانم. ابوبکر صدیق بسیار خداوند جل و علا یک مرد عاقل، یک مرد زیبای حلیم داده بود که اینقدر با غیرت، اینقدر یعنی عجیب رفتاری داشت که رفتاری او را من کرده نمیتوانم. بنابراین میلیارد جوانان عزیز، حضرت ابوبکر صدیق پول و مال زیاد داشت، پول مال زیاد داشت و این را ببینید که یک روز جناب سرور عالم میگذشت که در مکه مکرمه صحابه کرام را اینقدر عذاب میدادند. حتی ببینید که پدر عمار، مادر عمار که مادر عمار سمیه نام داشت، پدرش یاسر نام داشت. یک روز جناب رسول اکرم میگذشت که همشان در آفتاب در زیر عذاب مشرکین بودند. چی میگفتند؟ یک روز رسول اکرم گذشت که همش در عذاب بودند. ما و شما بسیار نعمت بزرگ است جوانان عزیز، هوای فضای تینجی تاجیکستان ما شکر بکنیم که قدر تینجی مسجد آباد، همه جا آباد، شکر بکنیم، شکر تینجی را بکنیم. الحمدلله العالمین. صحابه کرام رسول اکرم میگذشت گریان، میدید که همشان دست پا بستگی، در گرمی آفتاب در بالای سینه هاشان سنگای کلان کلان موندگی. یک روز گذشت که حضرت یاسر، آیلش سمیه و عمار پسرش در بالای ریگان خواب هستند، مشرکین میزدن، عذاب میکردن. رسول اکرم چی گفت؟ گفت ای آل یاسر، شما صبر کنید که حضرت جبریل آمد از جانب خدا برای من خبر داد که شما جنتی هستید، صبر کنید. و پیغمبر گرامی اسلام گذشت اون طرف که بود که ابو جهل لعین با همراهی رفیقانش آمدن، مادر ما سمیه را برداشتن، گفتن که سمیه تو از دین نبی محمد نمیگردی، به دین بابا نمیگردی؟ گفت قسم به نام الله که اگر سری مرا بگیرید من از این دین نمیگردم. ابو جهل لعین شمشیر را از غلاف کشید، در شکم مادر ما زد، از اون طرف بیرون شد، امر کرد که بگیرید این را در دو اشتر بندید، از دو پا بسته دو پارش کردن، از دین نگشتن. امروز جوانی تاجیکستان ما، امروز دخترانی یعنی خیش تبار ما و شما برای 2 کیلو روغن یهود، برای 1 کاپچه آرد یهود از دین میگردن. جوانای زیبا، دختران زیبا خودشان را کافر میکنن. این چه بیناموسی است، این چقدر بی آدابی است که صحابه های کرام برای اسلام، اولین زنی که در اسلام شهید شد مادر ما سمیه است و شوهرش کی بود؟ یاسر بود. حتی پسرش حضرت عمار وقتی که بسیار عذابش دادن، بنو که زبانش کلمه کفر جاری کرد، در مکه آوازه شد که عمار کافر شد. بود که خداوند مهربان آیت فرستاد که ای بندگان من، عمار کافر نشده است، عمار مسلمان است. پیغمبر گرامی اسلام میگفت که از بوی سر تا نوک ناخونی حضرت عمار چی است؟ ایمان است. درست است که در حالت عذاب در قانون اسلام تر اگر که میکشیم بگوان ایمانی کامل تا در دل جای میگیری و به زبانت کفر جاری میسازی، کافر نمیشوی. و پیغمبر گرامی اسلام باز هر روز برای طاقت نمیکرد رسول الله، میرفت جای همون صحابه‌ای که در عذاب گرفتار بودند. یک روز گذشت که بلال در عذاب بود، امیه ابن خلف لعنت خدا بر وی بود، لعنت خدا بر ابو جهل بود که چقدر عذاب میدادند. و
وقتی که حضرت پیغمبر گرامی اسلام گذشت که بلال بسیار در عذاب گرفتار بود، پیغمبر گرامی اسلام گشت آمد که ابوبکر در خانهش بود. ببینید برادر ارجمند، پیغمبر خدا میگوید که قسم به نام الله مال ابوبکر مال من بود، چه خیلی که میفورید من هم خیلی در مال ابوبکر استفاده میبردم و صرف میکردم. حضرت ابوبکر صدیق میگوید که رسول اکرم گریان از اون طرف آمد، گفتم یا رسول الله چرا گریه میکنی؟ گفت که بلال در عذاب است. باز پرسیدم که کی در عذاب است؟ گفت که بلال در عذاب است. من از سخن پیغمبر گرامی اسلام فهمیدم که مرا میگوید که رفته بلال خریده آزاد بکن. من از خانم رفته یک ریتل طلا را گرفتم، 500 گرم طلا را گرفتم، در میانم بستم، رفتم پیش امیه ابن خلف که در بالای سر بلال در عذاب گرفتار بود. و بلال چی میگفت؟ احد میگفت، احد میگفت، الله میگفت. حتی بلال میگفت که من در بعضی وقتا از عذاب سخت قسم میکردم که نامی بوتاشون بگیرم، هبل باشد دیگه ناماشون بگیرم. خداوند جل و علا در زبان من احد مینداخت. وقتی که میگه ابوبکر صدیق نزدیکش رفتم که امیه ابن خلف مشرک لعنتی چیکار میکرد؟ عذاب میداد بلال را. بعد گفتم که ای امیه ترا چی بلا زده که یک غلام تا اینقدر تو عذاب میدی؟ طرفی مگشت گفت که تو ای ابوبکر صدیق، ای ابوبکر تو همیره از راه برآوردی، اگر در کار باشه بخر. گفت چند قدر میفروشی؟ گفت یک ریتل طلا بوده برای تو میتونم. ابوبکر صدیق گفت که من ترا چند میخوای میتونم. وقتی دادکش خریدک حضرت بلال آزاد کرد، ازش گرفته میبرد. این مشرک امیه ابن خلف لعنتی چی میگفت؟ میگفت که ای ابوبکر اگر من یک تنگ طلا میدادی من راضی بودم برای بلال. ابوبکر صدیق گفت که ای احمق اگر من 100 کیلو طلا میگفتی را میخریدم، تو قدری رو نمیدونی، قدری مسلمانی را از کجا میدونی تو؟ اگر مرا چقدر به وزنش اگر طلا میگفتی بلال ما خرید آزاد میکرد. برای این سبب خداوند در وصف ابوبکر صدیق چی میگه؟ و سیجنبها الاتقی، از دوزخ دور میشود اتقا، مرد تقی، مرد خدا ترس. الذی یؤتی ماله یتزکا، مردی که مالش میدهد خوش پاک میکند. و سیجنبها الاتقی الذی یؤتی ماله یتزکا و ما لاحد عنده من نعمت تجزا. بعد که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بلال معذب خرید آزاد کرد، مشرکین گفتن که بلال در بالای ابوبکر قرض داشت. خداوند چی جواب گفت؟ و ما لاحد عنده من نعمت تجزا، در بالای ابوبکر کسی قرض ندارد. ابوبکر را برای چی کرد؟ الا ابتغاء وجه رب الاعلی، ابوبکر را خالص برای ما کرد، خالص برای روز قیامتش کرد، نه برای خود نمایش کرد، نه برای من تعریف کنن گفته کرد، ایره خالص برای خداوند کرد. خداوند چی میگه؟ ولا سوف یرضا، ما ابوبکر به نزدیکی راضی میکردم. خوشا به حالش. اینقدر وصفایی که خداوند در وصف کرده است. و حضرت ابوبکر صدیق دختری داشت به نام عایشه مادرمان، چقدر دختر زیبا. حتی پیغمبر گرامی اسلام میگوید که من پیش از عایشه را گرفتم، خداوند از جنت برای ما در ابریشم جنتی صورت عایشه را جبریل برای ما آورده بود. من در صورت دیده بودم او را. حضرت پیغمبر گرامی اسلام وقتی که خدیجه مادرمان در سال 50 سالگی رسول اکرم که 50 ساله شده بودن، خدیجه مادرمان از دنیا گذشت. و همون سال ابی طالب پدر حضرت علی کرم الله وجهه از دنیا گذشت. این سال برای پیغمبر گرامی اسلام سال غمگینی اعلان شده بود. پشت و پناه پیغمبر گرامی اسلام از 8 سالگیش تا 6 سالگیش با همراه مادرش بود. مادر جانش از دنیا گذشت. آمینه مادرمون از دنیا گذشتن. پس مادرش چقدر رسول اکرم دوست می داشت. از پدر 2 ماه هم باندگی بود، در شکم مادرش 2 ماه بود که پدر از دنیا گذشت. و 6 سالگیش تا مادرش از دنیا گذشت. تا 8 سالگیش بابیش عبدالمطلب به عهده گرفته بود، در کفالتش بود. و بعد
8 سالگیش جناب سرور عالم تا 50 سالگیش در کفالتی کی بود؟ ابی طالب پدر حضرت علی کرم الله وجهه بود. با وجودی که ابی طالب در شرک گذشته است، لکن از پیغمبر گرامی اسلام پرسیدند که یا رسول الله، اما که تو را اینقدر دوست می داشت، پشت و پناه تو بود، آیا خداوند هیچ تخفیف از عذاب دوزخ برای میکند؟ پیغمبر گرامی اسلام گریان شده میگفت که به خاطر خدمتاش خداوند از همه عذاب کمترین دوزخ که نعوذ بالله خداوند جسد ما و شما طاقتی او را ندارد، جسد ما و شما را خداوند از آتش سوزان خلاص بگرداند، از همه عذاب پست دوزخ برای ابی طالب است که نعوذ بالله حلقه دوزخین در بجلک پاش انداخته میشد، مغز سرش در دماغش می جوشد. نعوذ بالله از همه عذاب پسترین. جناب رسول اکرم صلی الله علیه 50 ساله شدن وقتی که خدیجه مادرمان اولین زنی که در اسلام ایمان آورده بود، بسیار رسول اکرم دوست می داشت. حتی بعد از گذشتنش از حیات یگان گوسپند میکشت، حق دوگانهاش روان میکرد. عایشه مادرم میگفت که یا رسول الله این چی کاری کردگیت است؟ میگفت که این دوگانه های خدیجه است، دوگانه های خدیجه است. بنابر همین لحاظ بعد از وفات خدیجه مادرمان جناب رسول اکرم صلی الله علیه مادرمان سعوده را گرفته بود. بعد سعوده عایشه مادرمان نکاح کرد. در مکه مکرمه جناب سرور عالم 3 تا زن گرفته بود. یکیش خدیجه مادرمان که 6 فرزند داشت از خدیجه مادرمان بود، یعنی حضرت زینب مادرمان، ام کلثوم، رقیه و جگر گوشه از همه دختر دوستدارش فاطمه مادرمان بود و 2 پسرش بغیر ابراهیم یعنی قاسم و عبدالله از مادرمان خدیجه بود. ابراهیم از ماره قبطیه بود. ببینید که عایشه مادرمان دختر ابوبکر صدیق بود، دختر ابوبکر صدیق بود و خاندان ابوبکر صدیق پدرشم ایمان آورد، مادرشم ایمان آورد. جوانان عزیز، محبتی که حضرت ابوبکر صدیق به رسول اکرم داشت یگان صحابی نداشت. حتی یک روز جناب سرور عالم در بیت الله نماز میخواند، مشرکین پیغمبر گرامی اسلام را میزدند، میکفتند. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دید که رسول الله را میزنند، با آواز بلند میگفت که ای مردم چرا شما میکوبید میزنید کسی که میگوید که ربی الله، ربی من الله است؟ مشرکین رسول الله را ماندند و رو به سوی ابوبکر صدیق آوردند. ابوبکر صدیق چنان زدند که بینی‌ها شکست و همه جاش خونالود کردند. از هوش به هوش بود. مادرش آمده گرفته خانهش برد. بعد چند روز به هوش آمد، چشماش گشاد، دید که مادرش در بالای سر بود. میپرسید که مادر جان رسول الله چه حال دارد؟ مادرش میگه که بچه جانی من همین حالی تو از خاطری رسول الله همی کار شد، تو چرا آوازی رب تو اینقدر او را دوست میداری؟ چی میگه؟ قسم به ذاتی که او را پیغمبر فرستاده است، مرا صاحب یعنی رفیقی او گردانده است، قسم به نام الله که من در دهانم آب نمی چشم، نان نمی اندازم تا اینکه من جمال رسول الله را نبینم. مادرش گفت که بچه جان اینقدر تو زدن، اینقدر تو بیهوش شدی، تو یگان چی بخو؟ میگفت نه نمیخورم. در او حالت پیغمبر گرامی اسلام در خانه ابی الارقم ابن ارقم بود با همراه صحابگان. ابوبکر صدیق دیگر راه گشته نمیتونست، صحابه کرام از کتفش گرفته نزد رسول الله بردن. پیغمبر خدا را تا اگر ندید آب در دهانش نزد، یک نان هم در دهانش ننداخت. بنابر همین لحاظ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بعد از وفات جناب سرور عالم در خلافت نشست، 2 سال خلافت کرد و در دوره حضرت ابوبکر صدیق بسیار به مثل مسیلمه های کذاب که دعوای پیغمبری میکردند تمامی همونا را نابود کرده، همش در راهی و قسم یاد کرده بود که حضرت ابوبکر که قسم به نام الله که در دوره پیغمبر گرامی اسلام کسی زکات میداد، کسی عشر میداد، اگر یک چیز کم بکند سرش میگیرم. برای این سبب حضرت ابوبکر صدیق در بعضی روایت ها 2 سال و 3 ماه و در بعضی روایت ها 2 سال خلافت کرده است و در 2 سال خلافتش بسیار خدمت های عجیب و غریبی کرده است. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه
قریب یکی از دنیا گذشتنش میگوید که یک روز در خیلی خنک بود، باد و هوا، سر دهش به آب خنک شست و کسری تب لرزه گرفت و چند نماز یا 15 نماز یا 17 نماز در مسجد اشتراک کرده نتوانست. حضرت عمر فاروق هم میگفت که امامتی بکن و در همین کسل از دنیا گذشته. بنابراین لحاظ جوانان عزیز، حضرت ابوبکر صدیق باید ما و شما بسیار دوست بداریم. حتی در خلاصه الفتوا میگوید که کدام انسانی که حضرت ابوبکر صدیق دشتان بدهد، حضرت عمر دشتان بدهد، کافر می شود. بنابراین لحاظ پیغمبر گرامی اسلام یک بار بالای کوه احد برآمده بود. در بالای کوه احد که بالا برآمدن، کوه احد از خرسندی می لرزید، از خرسندی می لرزید. جناب سرور عالم گفت که ای احد آرام باش، در بالای تو یک صدیق من است و 2 شهید من است. حضرت ابوبکر صدیق بود و حضرت عمر فاروق بود و حضرت عثمان ذی‌النورین بود. بنابراین لحاظ این برای ابوبکر صدیق بعد از گذشتن جناب سرور عالم صحابه کرام در یک جا جمع شدند، گفتند کی را در خلافت میگذاریم؟ وقتی که مردم انصار پرسیدند، انصار مردم مدینه بود، انصاری را پرسیدند، ابوبکر صدیق گفت که از این مردم انصار خلیفه شود. مردم انصار گفتند که نعوذ بالله، ما شرم می‌داریم که در حضور شما ما در جای پیغمبر خدا بشینیم. همه به یک جایه گفتند که در صورتی که رسول اکرم صلوات الله علیه حیات زنده بود، وقتی کسل شد رسول الله 17 نماز آمده نتونست. حتی همون روزی که از دنیا گذشت رسول اکرم به شده بود، از 2 پرش حضرت عباس و حضرت علی رضی الله تعالی عنهما گرفتند. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در نماز بود، در نماز بامداد بود، آوردن در برش ماندن. حضرت ابوبکر صدیق به پیغمبر خدا اخطا کرد و مردم به ابوبکر صدیق نماز خواند. حتی در روایت آمده است که اگر کسی پرسد که رسول اکرم صلوات الله علیه از قفای چند صحابی نماز خوانده است، در روایت آمده است که در حدیث آشکار است که از قفای عبدالرحمن ابن عوف 1 رکعت نماز بامداد خواندگی است و از قفای حضرت ابوبکر صدیق هم 1 رکعت نماز خواندگی هست. بنابراین لحاظ وقتی که مردم انصار گفت که رسول الله در حالت زندگیش شما را امر کرد که شما در نماز پیش شوید، امر شریعت رسول الله شما را سردار کرد، امر دنیا را به طریق اولا شما سردار شده میتوانید. بنابراین لحاظ حضرت ابوبکر صدیق در سن 63 سالگی از دنیا گذشتند، با عمر مبارک رسیدند. وقتی رسول اکرم صلوات الله علیه 63 سالگی بندگی کردند، از دنیا رحلت کردند، حضرت ابوبکر صدیق 61 ساله بودند و 2 سال ایستادند از دنیا. در خلافتش در سن 63 سالگی از دنیا گذشتند. در کجا ماندند ابوبکر صدیق؟ در بر پهلوی جناب سرور عالم ماندند. عایشه مادرمان میگوید که وقتی که رسول اکرم بندگی کرد، من می در آمدم رسول الله را زیارت میکردم. بعضی وقت از هجرم می در آمدم، در او هجرم رسول الله خواب بود، به رومال می در آمدم، به حجاب می در آمدم. پدرجان هم که ماندن در آمدم چیکار میکردم؟ زیارتشون میکردم. وقتی که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه رو میگه که به شمشیر زدن، عبدالرحمن فیروزآبادی زد حضرت عمر، فیروز نام داشت، فیروزآباد بود، از مردمان فارس بود. وقتی که حضرت عمر زدن، پیش از وفاتش عبدالله پسرش گفت که عبدالله بچه جانی من، برا عایشه مادر تپرس اگر مرا اجازت بتیه من در پایان پیغمبر خدا و در پایان ابوبکر صدیق مرا جای بتیه. آمده عایشه مادرمون اجازت پرسید. چی گفت؟ عایشه گریه شده، گفت که عبدالله عمر از من التماس کرده است، این جا برای جای خودم بود لیکن برای عمر بیتم همین جا را. حضرت عمر پیش از وفاتش عایشه مادرمون گفت که حضرت عبدالله پسرش گفت که پسر جانی من، تابوت مرا که در خانه مادر بردید، عایشه مادر ما بردید، باز یک بار دیگر اجازت پرس، باز یک بار دیگر رخصت پرس، اگر اجازتیت خوب وگرنه مرا برده در جنت البقیع بگرانید. حضرت عمر از دنیا گذشتند، تابوت برداشته آوردند در خانه حضرت عایشه مادرمان. حضرت عبدالله گریان در آمد گفت که عایشه مادر جان، آیا اجازت میدی که پدر ما در پایان پای پیغمبر بگذارم؟ حضرت عایشه مادرمان
گفت که من برای تو گفته بودم که اول آمده بودی این جای خودم بود، برای خاطر عمر شده اجاره میتم. حضرت عمر در پایان پای پیغمبر گرامی اسلام خواباندن. عایشه مادرم میگوید که بعد از عمر خواباندن من به حجاب دیگر زیارت نمی در آمدم. شاگرداش میگفتن که مادر جان چرا پیش از عمر تو سر و دهت محکم میکردی؟ عایشه مادرم میگفت که من از عمر شرم میدارم، پیشتر او شوهرم بود که بعد از وفات پیغمبر مردن از دنیا گذشتن نکاح بریده نمی شود و او پدرم بود و از روح عمر من شرم میدارم به حجاب داخلی پیش و یا شوم. ببینید که جوانان عزیز، مادرمان دختر ابوبکر صدیق عایشه مادرمان از روح عمر شرم می داشت. امروز چه خیلی که مزیق نشم که امروز دختر تاجیک، مادر تاجیک در کوچه ها لیچ می گردد، پروا ندارد که من با کدام لباس کشتم، من باید چه خیلی لباس پوشم. مادر تاجیک باید مادر تاجیک به سطر باشد که از این فرزندای زیبا به دنیا بیاید. اگر مادر لیچ باشد از او فرزند صالح به دنیا نمی آید. بنابراین جوانان عزیز در آخر دعا میکنیم که خداوندا ما و شما را پیروی حضرت ابوبکر صدیق بگرداند و چه خیلی که ابوبکر صدیق رسول الله را دوست می داشت، ما را همین خیل رسول الله را دوست بداریم و که بهترین صحابی ابوبکر صدیق بود. از پروردگار میخواهیم که خداوندا همچنانه که برای ابوبکر صدیق قدر مرتبه دادی، خداوندا ما و این جماعه که جوانان بسیار بادین با دیانت که دوستدار چاریاران هستند، خصوصا دوستدار ابوبکر صدیق هستند، اولا از شفاعت حبیبت ما و این جماعه را خداوندا نصیب روزی بگردان و بعدا ما و این جماعه را در بری ابوبکر صدیق در روز قیامت محشور بگردان. آمین. خود جمله دعا کنیم. پروردگار جل و علا صاحب ثمره نام زهرا اولا قبول فرمایی بر زاویه و خوشنودی خویش. سپس پروردگار صحبتش را برسانه برای پرفتوح مطهری منور حبیبت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و برهانه خلفای راشدین علی الخصوص ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. اله روح آن را به حرمت این معجزه ها خرسند قبرش را پرنور گردانی. اله ثوابیت این معجزه را در نامه اعمال این نشستگی ها این برادرانی که این معجزه را گوش کردن نوشته گردانی و اله حضرت داملا را که این معجزه خوب را کردن و ما ایمانهای ما آب خود پروردگارا او را نیز و اهل بیت او را و گذشتگی های او را پروردگارا از رحمت و مغفرت خود و از شفاعت حبیبت با نصیب برخوردار داریم. آمین یا رب العالمین.